آیا همه وقت نیت کردن پیش از داشتن روزه مهم است؟ و به ما کمی بگویید که عیناً کدام وقت باید نیت کرده شود؟ در مورد نیت کردن باشد چنانه که من گفتم نیت کردن حتمی یعنی فرض است. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم گفتند چنانه که در سنن نسائی کتاب روزه حدیث 2331 آمده است: روزه شخص قبول نمی شود اگر او شام روز گذشته نیت نکرده باشد. بنابراین برای همه نمود روزه های فرضی از شام روز گذشته نیت کردن لازم و حتمی است. هر وقتی که مناسب است، از شام سر کرده تا وقت نماز بامداد. در هر وقت شب نیت کردن ممکن است. هر یک شخص پیش از فرارسی ماه رمضان می تواند در حال نیت تمام ماه را به روزه گرفتن کند، به استثنای حالتایی که ما مجبوریم روزه امان را قطع کنیم بنا بر بیماری و یا در راه بودن. در این صورت باید نیت خود را از نو کنیم، اما این کار را تنها یک مرتبه کردن کفایه است. بسیار آدمان اشتباهاً چنین میشمارند که نیت را با آواز باید گفت که این تماما لازم نیست. نیت را با آواز گفتن به مانند نیت کردم تا روزه بدارم، زیرا که نیت در قلب می شود. فرض میکنیم که من به وقتی شب خیلی پیش از نماز بامداد یا پیش از آغاز روزه از خواب بیدار شدم. بگوییم که من و پسرم برای سحری از خواب بیدار شدیم و پسرم میپرسد چرا ما اینقدر بر وقت از خواب خستیم و من به او جواب میدهم زیرا که ما روزه میگیریم. یعنی الکی معلوم است، نیت الکی هست، پس نباید بگویم که روزه میگیرم. از این رو مهم آن است که نیت در قلب باشد و آن را با آواز بلند گفتن شرط نیست که بسیاری ها فکر میکنند. یگان حدیث را ندیدم که در آن گفته باشد که پیامبر یا صحابگان قبل از روزه نیت خود را با آواز گفته باشند. آن را در قلب داشتن بس است و برای تمام ماه رمضان یک مرتبه انجام دادن آن کفایه است، به استثنای حالتایی که روزه اش قطع می شود چنانه که در بالا گفتم. ولی این تنها برای روزه های فرضی است. در مورد با خواست خود گرفتن روزه نیت شرط نیست، چنانه که در حدیث در سنن نسائی کتاب روزه حدیث 2323 آمده است. روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از همسرش خواست تا به او چیزی برای خوردن بدهد، همسر پیامبر جواب دادند که در خانه تماما خوراک نیست. این را شنیده پیامبر گفتند خوب پس من روزه میگیرم. از این برمیآید که یک روز پیش از این شام همان روز ایشان نیت روزه گرفتن را نداشتند. قرار قبول کرده شد. ایشان پس از صبح چیزی نخوردند، اما نیت روزه داشتن دیرتر به دنبال آمد. از این رو برای روزه نفل از شام روز گذشته نیت کردن شرط نیست، به استثنای روزهای مهم روزه‌داری به مثل عاشورا یا 10 روز محرم و یا روز عرفات که مطلوب است که پیشکی نیت کنید، زیرا این روزه مهم است. برای تمام روزه‌های دیگری نفل از شام روز گذشته نیت کردن اختیاری است. اگر درباره نیت گوییم، باز 3 نقطه دیگر را باید قید کرد. اولی آن، اگر نیت با مجبوری، فراموشی یا خطا قطع شده باشد، پس این گونه حالتها بخشیده می شود. الله در قرآن گفته است در سوره نحل سوره 16 آیت 108: پس از آن که شخص ایمان آورد ولی بعداً با ترک ایمانش مجبور شد و در زیر فشار کفر را انجام داد، یعنی اگر او مجبوراً شرک و یا کفر کرد، پس الله او را می بخشد. دیگر خیل کرده گوییم کسی که اگر مجبور شود زیر فشار روزه اش را قطع کند صرف نظر از نیت خود، پس این بخشیده می شود. الله در سوره بقره سوره 2 آیت 286 نیز می فرماید پروردگارا اگر فراموش و یا خطایی کردیم پس ما را بازخواست مکن. از این رو اگر شخص فراموش و یا خطا کرده باشد، روزه اش را قطع کرده باشد، تصادفاً آب نوشد یا اشتباهاً خورد، الله او را می بخشد. ما در این باره بعدتر بیشتر صحبت خواهیم کرد.